به عنوان یک عکاس رفتیم سر پروژه کاری، عکاسی کردیم و الان رسیده به مرحله‌ای که باید عکسامون رو ادیت بکنیم یا اصلا کلا ادیتور هستیم و یه عکاس عکسش رو در اختیار ما گذاشته که ادیت انجام بدیم. همیشه این میاد تو ذهن ما که خب مراحل اول ادیت من باید چه جوری باشه و چه کار باید بکنم. یه واقعیت هم بهتون بگم، من خودم به عنوان یک عکاس که حالا عکاسی میکنه و ادیت میکنه همیشه مراحل کاریم تغییر میکنه. نمیدونم چرا، ولی یک اصولی وجود داره که توی این ویدیو میخوام در موردش صحبت بکنم و بیشتر میخوام این مرحله رو بهتون بگم که اول بیایم خالص سازی رنگ اون رو انجام بدیم و بعد بریم سراغ بقیه مراحل ادیتمون. این ویدیو رو همراه من باشید که بهتون نشون بدم 80% عکاسا یا بهتر اینجوری بگم ادیتورها چه مراحل کاری رو میرن جلو. دوستان سلام، به ویدیو خودتون خوش اومدید. من میثم خادم‌پور هستم با یکی دیگه از آموزش‌های نرم افزار فتوشاپ در خدمت شما. مستقیما بریم سراغ کامپیوترمون. همونطور که می‌بینید این عکس داخل پلاگین کامرا باز کردم. با استفاده از پلاگین کامرا می‌خوام مراحل اول ادیتمون رو بریم جلو و بعد کامل‌ترش بکنیم. البته بیشتر می‌خوام توی پلاگین کامرا این کارو انجام بدم. خب عکسم که از داخل اینترنت دانلود شده و به خاطر شرایطی که تعریف شده برای عکاسیش اینجا الان نگاه بکنید ISO 100 با 50 میلیمتر عکاسی شده، f1.4 و سرعت شاتر 1250 چون f1.4 در نظر گرفته بوده عکاس، نورش خیلی زیاد بوده و سرعت شاترش به شدت رفته بالا و این کنتراستی که داخل این تصویر میبینید یکی از علتاش همین میتونه باشه که سرعت شاتر بالایی رو در اصل در نظر گرفته. خب اولین چیزی که میخوام بهتون بگم و همیشه به این قضیه دقت بکنید، وقتی که عکس رو داخل پلاگین کامرا باز میکنید یا لایت روم فرقی نمیکنه، بیاید این قسمت پایین یه بار ضربه بزنید، برید توی بخش کامرا پرفرنسز یه مروری بکنید، یه نگاهی بکنید ببینید که آیتم هایی که اونجا هستش آیا استاندارد هست یا نه. مثلا در قسمت کالر اسپیس الان اسپیس من روی دیسپلی P3 نمیدونم چرا من میارمش رو حالت sRGB. چرا گذاشتم رو sRGB؟ به خاطر اینکه میخوام عکسمو بذارم داخل اینستاگرام یا اصلا میخوام چاپش بکنم، اصلا مهم نیستش. به هر حال sRGB میتونه نتیجه بهتری بر من داشته باشه در چاپ‌های فتوشیمی، چاپ‌هایی که روی کاغذهای عکس هستش در اصل. و در قسمت دپت هم خب ما 16 بیت نیاز نداریم، میخوایم از 8 بیت استفاده بکنیم چون که در ایران دستگاهی نداریم که 16 بیت بتونه چاپ بکنه. پس این قسمت رو دقت بکنید که دقیقاً به این صورت باشه. برای دکمه اوکی کلیک میکنم. اما اولین کاری که توی پلاگین کامرا انجام میدم این هستش که میام برای پیکسل هام در از این کار انجام میدم، RGB پیکسل هامو کاملا آف میکنم. یعنی چی؟ یعنی میام اون اشباه رنگی که تو پیکسل ها قرار گرفته رو کم میکنم. خب برای اینکه این کار بتونیم انجام بدیم یک بخشی وجود داره که فوق‌العاده میتونه این کار رو انجام بده. در قسمت پایین دقیقاً آخرین آیتم پلاگین کامرا یه قسمتی هست به اسم کالیبریشن و من چیکار میکنم؟ حالا این به صورت سعی و خطا میتونه باشه برای شما. من به این نتیجه رسیدم که اگه بیام -50 رو برای همه در از این RGB رو تعریف بکنم، ببینید ما اینجا الان رنگ های پرایمری رو داریم، یعنی رنگ های اصلی رو داریم، قرمز، سبز و آبی، و در قسمت سچوریشنشون اومدم -50 رو تعریف کردم. یعنی در اصل اومدم کانال های RGB رو 50% کم کردم. حالا 50% که نه، -50 یه چیزی که با سعی و خطا بهش رسیدم. شما میتونید تست بکنید، شاید برای شما متفاوت باشه و این باعث میشه که کلا اون غلظت رنگی رو کاملا از دست بدیم و اینجا دستمون باز میشه، بهتر میتونیم روی رنگ ها مانور بدیم. بریم جلوتر بهتون نشون بدم. خب این از مرحله اول کاریمون. بعد میام سراغ قسمتی به اسم لایت و اینجا میخوام داینامیک رنجمو یه مقدار بیشتر بکنم. گفتم که به خاطر شرایطی که عکاس تعریف کرده الان این عکس ما کنتراست خیلی بالایی داره. مثلا این قسمت ها ما به هیچ عنوان دیتیل نداریم، ولی الان نگاه کنید دو تا آیتم داریم، بلک و وایت. بلک رو به مثبت 100 میرسونم، وایت هم به -100 میرسونم. یعنی در اصل اومدم مناطق خیلی روشنم و یعنی مناطق خیلی تیرم و
دیگه بردمش بالا، اوج دادم بهش، روشن کردم و مناطق خیلی روشن و اوج دادم بهش، اون بردمش به سمت تیرگی. اینجوری دارم داینامیک رنج رو یه جورایی بیشترش میکنم. میرم سراغ شادو و شادو رو هم افزایش میدم. حالا اینجا میتونه نسبت به نیاز شما باشه، داخل عکس میتونید خودتون ببینید دیگه به صورت دیداری، شما دارید تصویرتون رو میبینید. هایلایت ها رو هم کم میکنم، دست به کنتراست نمیزنم. ببینید عکس اون تبدیل شد به یک عکس خامتر. یعنی من دارم اینو ساختارش رو یه جوری تعریف میکنم برای خودم توی پلاگین کامرا که دستم باز بشه، که بتونم رنگ های پرایمری و رنگ های سکندری رو یه جورایی کاملا تحت فرمان خودم قرار بدم. تا اینجا فعلا توی قسمت لایت میذاریم باشه. میریم سراغ کالر. یک مقدار وایت بالانس مشکل داره، اینم کافیه. و حالا میرم سراغ چی؟ میرم سراغ قسمتی به اسم کالر میکسر در قسمت سچوریشن. الان اینجا دستمو کاملا بازه که رنگ ها رو بچینیم خودمون. میام ابزار اجاست رو انتخاب میکنم و شروع میکنم از این قسمت شروع میکنم. میام اینجا میبینید که الان 2 تا رنگ رو برای من انتخاب کرده. یه مقدار میرم جلو تا اینجا. میام مثلا این، اگه اشتباه نکنم یه تیر چراغ برق هستش، یه مقدار اینو افزایش میدم. میام پایین تر، بذارید خود جلو هم بریم. این هم نمیخوام ببندمش. میام روی پورترم یا اصلا کلا آدمم، پورتره که نیستش، اجاست انتخاب میکنم. این رنگ آبی که اینجا هستش نسبت به چیزی که حالا مد نظر من هستش، حالا میتونه این قسمت کاملا سلیقه‌ای باشه یا این قسمت، کاملا داریم رنگ ها رو خودمون اونجوری که میخوایم تعریف میکنیم. به این صورت یه قبل و بعد رو فعلا ببینیم. این عکس در اصل خام ما بود، سمت چپی خام ما هستش که عکاسی شده و بعدش ما اومدیم این عکس رو خودمون پردازشش کردیم. شاید در انتها 2 تا عکس برابر هم بشن از نظر رنگ، از نظر نور، ولی فرقشون اینه که توی عکس دومی که خودمون ادیت کردیم دستمون بازه، هر لحظه میتونیم یه قسمت رو راحت ادیت بکنیم. خب اینو تا اینجا داشته باشیم. میریم سراغ حالا قسمتی به اسم کرز و میخوام با استفاده از کرز یک اس کنتراستی ایجاد بکنم در قسمت لایت. ببینید دقت کنید، در قسمت لایت با RGB ها کاری ندارم. در قسمت لایت یه مقدار فضاهای روشن رو روشن‌تر میکنم و یک مقدار فضاهای تیره رو تیره تر میکنم. نتیجه داره میرسه به همون عکس اول ما، ولی با این تفاوت که کاملا اگه اینجا نگاه کنید، دقت کنید، میبینید که رنگ ها جدا شدن و من مانور دارم توی رنگ ها. اگه بخوام برم روی عکس اول که این کارا رو انجام ندادیم و اونجا مستقیما رنگ ها رو کم و زیاد بکنم، چون غلظت رنگی بالا هستش و رنگ ها با هم درگیر هستن، شما میبینید که طیف زیادی از رنگ ها تغییر میکنه. یعنی مثلا میخواید قرمز رو تغییر بدید، میره رو آبی هم تاثیر میذاره، میره روی مثلا زرد هم تاثیر میذاره. ولی وقتی که این کار انجام دادیم، اومدیم جدا جداش کردیم، دیگه خیلی راحت میتونیم اون چیزی که تو ذهنمون هستش رو ایجاد بکنیم. باز برمیگردم تو قسمت کالر میکسر و میام حالا روی بخش خیلی مهم، لومیننس. حالا میام نور رنگ هامو تعریف میکنم. مثلا اینجا باز اجاست انتخاب میکنم. این رنگ سبزی که اینجا هستش میتونه یه مقدار روشن‌تر یا تیره تر باشه. من یه مقدار روشن‌ترش میکنم. میام روی پوست و رنگ پوستمو یه مقدار روشن‌ترش میکنم. رنگ‌های آبی دارم اینجا، میتونه روشن‌تر یا تیره تر باشه، با سلیقه است. من میخوام یه شاین خاصی داشته باشه، یه مقدار میخوام اون پورترم با استفاده از حالا تنظیمات نوری که دارم انجام میدم روش، الان چون داریم روی نور رنگمون در اصل داریم که چون الان اینجا داریم روی نور رنگ ها کار میکنیم، لومیناسیتی هستش، اینجا داریم روی نور رنگ ها کار میکنیم، لومیننس هستش. پس بد نیستش که یه مقدار رنگ های شادتر داشته باشیم، رنگ های چرک نداشته باشیم، چون فضای باز و بیرون هستش. و حالا میرم توی قسمت لایت. اینجا دیگه مجازم که بیام در لایت و یک مقدار کنتراست رو افزایش بدم. خیلی کم این کار رو انجام بدیم چون باز میتونه کنتراست همه چی رو بریزه به هم. خب این شد قبل و بعد تصویر ما
الان تو ذهنتون شاید بیاد که آقا اتفاق خاصی نیفتاد، قرار نبود که مثلا ما بیایم تم رنگی بسازیم بعد ببینیم که واو چه رنگ چقدر تغییر کرد. نه، ما اومدیم یک ساختار برای خودمون درست کردیم و از قالبی که استفاده کردیم، شکلی که استفاده کردیم، دست خودمون رو باز گذاشتیم که بتونیم مدیریت رنگی بهتری روی عکسمون داشته باشیم. این دقیقاً کاری هستش که خیلی از ادیتورها انجام میدن و البته ادیتورهایی که کاملا دیگه مراحل حرفه‌ای بودن رو گذروندن، یعنی تجربه خیلی زیادی پیدا کردن در ادیت و میدونن که باید چه کاری انجام بدن که رنگ ها رو بتونن زنده بکنن. خیلی مخلصیم، مرسی که تا لحظه ویدیو همراه من بودید. یه ویدیو هم اینجا باز میذارم، پیشنهاد هستش در رابطه با پلاگین کامرا، اگه دوست داشتید میتونید ببینید. و مثل همیشه گر نکوبید شیشه غم رو به سنگ، 7 رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. تا درودی دیگر، بدرود.